سلام. برنامه مهمانی آزادی هست و در مهمانی ما عالمجان بابایوف رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان هستند. جناب بابایوف خوش آمدید و سلام باشید. سلام باشید. نخست میخواستم نظر شما را در مورد انتخابات پارلمانی پرسم که اصلا از نظر شما انتخابات پارلمانی چگونه گذشت؟ امسال خودتان آگاهی دارید که 8 حزب در انتخابات اشتراک کردند، برنامه خودشان پیشنهاد کردند به مردم و از روی ترتیب قاعده‌هایی که قبول کرده شده بود انتخابات برگزار گردید. اگر بعضی خصوصیت‌های انتخابات دموکراتیکی در غرب با وجود می‌بیاد، ما یک اندازه این قالب هم استفاده می‌بریم که در بعضی موردها با منتالیته ملی ما بعضی ناموافقی هم دارد. از این نیاز بعضی جزئیات‌های بعضی کمبودی‌های در رفت انتخابات به عمل می‌آیند که عموماً هدف خود انتخابات زیر سوال نمی‌گذارند. یعنی انتخاباتی که گذشت انتخابات شفاف بود، مردم رأی خودشون دادن و اون از طرف حزب‌های سیاسی خصوصا از طرف حزب سیاسی ما اعتراف کرده شده است. اما جناب بابایوف شما ببینید که برخی از حزب‌ها از آن جمله حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی و همینطور حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موارد زیادی نقصی قانون انتخابات در روند برگزاری روز انتخابات ثبت کردن، آشکار کردن و از آن اظهار نگرانی کردن. حتی هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا نیز تا اندازه انتخابات پارلمانی تاجیکستان را ناشفاف ارزیابی کرد. کمبودی‌هایی که هستند اساس‌های خود انتخابات را بیکار کردن نمی‌تونن. یعنی که کمبودی‌ها میشن در رفتی عموما در تمام جهان دموکراتی کمبودی‌های در تشکیل و رفت و گذراندن انتخابات به وجود می‌آیند. خب جناب بابایوف شما سبب راه نیافتن برخی از حزب‌ها نظیر حزب کمونیست، حزب نهضت اسلامی که از حزب‌های پارلمانی بودند و حتی در میان جامعه هم جایگاه خود داشتند و حتی از حزب‌های فعال هم محسوب می‌شوند، سبب راه نیافتنشون به پارلمان در چی می‌بینید؟ حزب کمونیست تاجیکستان در این مدت از قالب‌هایی که قبلا بود تونستن که پورا بیرون برارن، خودشون یک ترانسفورماسیون کرده به مردم یک برنامه واقعا جالب پیشنهاد کنن. حزب ما حزب هم کنسرواتیو پارتی کمونیستی دوره شوروی باقی ماند. بنابراین این ارزش‌ها از بین رفت، مردم این ارزش‌های عموما اعتراف هم ندارند امروز. فکر می‌کنم که هدف‌هایی که حزب‌های دینی من ندارم که مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عموما حزب‌های دینی که در جامعه جهان وجود دارند، اینها حزب‌هایی که هدف حزب‌های دینی این مثلا از آن جمله حزب اسلامی این جامعه مردم جامعه به بهشت برده رساندن است. یعنی که تلقین می‌کنند که باید نظامی جامعه همین خیلی باشد که مردم به بهشت شود. اصلا تلقینات دینی همین است. بنابراین در این مورد وقتی که ما میگیم دین مجبوریت ندارد، دولت مجبور میکند، بنابراین یک تناقض است و این به دشواری‌های زیادی داخلی جامعه آورده میرساند، زیرا که دین فقط تفکر جامعه است نه بیش از این. برای این حزب‌ها در آینده من فکر می‌کنم که آسته‌آسته عموما جامعه این هدف‌ها میفهمند و از آن جمله هدف‌هایی که در نزد حزب‌های دینی گذاشته شده است لیکن جامعه جهان اینش درک کردن، یعنی آسته‌آسته از بین میرن. پس از خوانهای شما همطور برمیاد که حزب شما تاکتیکی خیلی آرامانه ولی هدفمندانه رو پیش دارد. بله شما درست گفتید. ما درکی هر یک در زمین تحلیل علمی درکی هر یک گزارشی از مرحله به حزب گذاشتن حس میکنیم و تحلیل های چخور هم داریم که
هر یک مرحله مهلتی از نکم از 15 تا بعضی 20 سال ممکن که این سال دوام کند. بنابراین هدف ما تامین کردنی به وجود آوردن اقتصادی کنستیتوسیونی. هدف اساسی کنستیتوسی ما در همین پریامبلش نوشته شده که ما جامعه عدالتخواه برپا میکنیم. هدف هر حزب سیاسی این رسیدن به قدرت است. پس یعنی تاکتیک شما همین هست، مرحله به مرحله رسیدن به قدرت. آره بله درست است. البته هر یک حزب سیاسی حرکت میکند که راه و اصولهای خودش به جامعه پیشنهاد کند، پیش از این یک مرحله گذشته است که جامعه به اون باوری کند، به هدفهای هوای مثلا بگیم که اعتماد کامل پیدا کند که در حقیقت همین حزب قدرت و اقتداری هم عقلانی هم ذهنی و هم فکری و هم طرف دارد که همین تطبیق کند. رستم لطیفزاده رهبر حزب اگراری تاجیکستان کیسگی بودن حزبش را رد کرد و همینطور دوامی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بودن را نیز رد نمود. خب حتی حزبش را مخالفی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان عنوان کرد. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان چی؟ من تحلیل ها نشان میدهد که یگان حزب در دنیا غیر کیسگی نیست. هدف که کیسه از کجا پر میشد؟ بله جناب بابایوف، خب از نظر شما پارلمان آینده را چگونه میبینید؟ چون بعضی از تحلیلگران و همینطور رهبران حزب‌های مخالف میگویند که پارلمان آینده یک پارلمان خاموش و بدون بحث خواهد شد. البته هر یک کس حق دارد به عقیده فکرش گوید. من فکر میکنم که امروز همین مرحله انکشاف رسیده است که من نگفتم ما باید مطابق شویم هر یک شرایط به. بنابراین کاری پارلمان باید خوبی پارلمان پرد همه در جستجوی راههای حل فصلی مسائل قانونی، مسائل هایی که امروز در نزد جامعه به وجود آمدن و از آن خطرهایی که امروز از جامعه جهانی سرزده ایستادن، هم از جهانی غرب هم از جهانی اسلام، اینها بسیار یک خطرهایی هستند که تهدیدی بسیار سخت به جمهوری ما دارند، کشوری ما اصل آسیا میانه و خصوصا به تاجیکستان که این یک پیوست کننده آسیا مرکزی و آسیا جنوبی هست توجه زیادتر هستند. بنابراین تکمیل قانون ها و هرچی بیشتر به مرحله نوی انکشاف مطابق کردن قانون های نو و از نظری تجدید نظر کردن قانون های قبول شده است، الحال بعضی هاش فعالیت هم ندارن. اینها بسیار یک کاری بسیار بگیم که زیادی در نزد پارلمانی نو هست. خب تشکر میکنم جناب بابایوف. در صحبت ما بودن علیمجان بابایوف رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. جناب بابایوف یک جان تشکر. سلامت باشید، موفق باشید.